من نمیدونم کجا غلطیدم، دبی غلطیدم ایلی تاجیکستان اومدم. نرخ نوا رنگی دبی باور کنه همین روز یه جا در اومده عبید کنه فقط پیوری گوش خوردم 200 سامو سر کاس. Ну ладно. Насчет интернет вообще. رفتیم پرسیدیم صفادور نرمال اینترنت چند میگه 200 سامون. ладно اینترنت خریدیم اومدیم خونه باور که سر کرشه بر اومده اینترنت میقاپم ایلی اینم خیلی لبیرم میام اینترنت میقاپم. ای چی گپه؟ سویت اکو вообще گپ نزنی. سویت سر متر 600 400 متر. ای چی گپه؟ ماشینا محکمه برمیگم سویت نیسته. سرما укладка میکنم سویت نیسته. دوش مدرو میگم سویت نیسته. کاندیشنر میمونم میگم خود سویت نیسته. این سیتواسیون اون نوعیو کشلقو دام خه. شهرها دامش 100%. من بخشی کم تا اما اهمیت نه طرفوی همین نوعیو کشلقو دام دبای نرمال زندگی میکنن. میمونیم بیایم وطن دز زندگی کنیم. ایلی بزنیم بریم دیگه دولت. من نمیدونم این چیز کی سوز میشوه. 5 سال پیش همخی سیتواسیا بود. حاضر همخی سیتواسیا فقط یک چالشیدگی نرخ پاتالوک نگی کچیست و همو. سرما بالامون همی گپاره گپ زیستم. نمیدونم که کی سوز میشوه.